هلو، چطورین؟ من این هفته رو اونقدر خوب شروع نکردم چون آخر هفته مریض شدم، ولی هی سعی کردم که خودم رو بهتر کنم. الان دیگه بهترم، ولی از صبح اصلا حالت افسرده‌ای بودم، هیچ کاری نکردم، حتی ورزشم هم صبح نرفتم. هی میخواستم ویدیو بگیرم، هی گفتم این ویدیو خوب نیست، اون ویدیو خوب نیست، برای همین هیچ کاری نکردم. دیگه الان بلند شدم، گفتم که یکم پاشم برم بیرون. اومدم اطلس مال یه سالاد بزنم. سالاد میلسانای اینجا خیلی خوشمزه است. نخونم رو ببین واقعا این رنگ بهم اعتماد به نفس میده. ببین من برای این سالاد جونمو میدم. عشق من میلسانا، لطفا اسپانسرم شو. من که توی ویدیو دیسشو میدم، توی ویدیو عاشقشم. آخه ببین واقعا قیمتاش زیاده یکم، مثلا اون سسش نمیارزه، ولی سالاد اینجاش که تازه درست میکنه میارزه. صبح بخیر. امروز میگن ماه گرفتگیه، نمیدونم ماه خونین میشه این چیزا. حالا نمیدونم چرا یهو انقدر ماه گرفتگی مهم شده، مگه همیشه ماه گرفتگی نمیشد؟ بعد یه ایونتیه تو بام تهران، ما میخوایم با بچه ها بریم ماه گرفتگی رو ببینیم و این چیزا. حالا الان بشنم یکم کارام بکنم، نمیدونم چی میشه، چون که یه سری میگن که اگر که بری بهش نگاه کنی انرژی منفی میگیری، نمیدونم اینجوری میشه، نفرین شده میشی، یکی گفته بود کور میشی. خب من دارم حاضر میشم که بریم ماه گرفتگی. این که چرا داریم این کارو میکنیم واقعا نمیدونم. به نظرتون من سایه چرنگی بزنم برای ماه خونین بنفش؟ رفتم یه ذره راجبش خوندم، مثل این که این اصلا همیشه اتفاق نمیفته. وقتیه که زمین دقیقاً بین خورشید و وسط خورشید و ماه کامل قرار میگیره که ماه یه ذره بزرگتر دیده میشه و یکم هم قرمز و چند ساعت هم هست. بعد مثل این که از آمریکا و کانادا هم نمیشه دیدش، فقط از آسیا و استرالیا فکر کنم و یه قسمت های از اروپا. به ایران یه امکاناتی داره که همه جا نداره، فکر نکنید. حالا دیگه اگه دیدیم که تا چند هفته دیگه زندگیم داره از همین پاشه، بدونین که نفرینم کرد ماه خونین. اومدم دم خونه مدیساینا که بریم ما هم توچال. این جوشه چیه؟ سلام! چقدر با انرژی هست. انگار من یه طرف بچه‌ها یک فکت میخوام بهتون بگم. افسانه گرگینه ها از ماه گرفتگی اومده، به خاطر اینکه رو گرانش زمین تاثیر میذاره و همه سگ میشن. اگه تو ولاگ گرگینشی چی؟ اگه واقعا گرگینشی خنده داره ها. خیلی ولاگ خوبی میشه. نه من نمیبینم. کجاش پاره شد؟ شلوارت مگه پاره نشد؟ نه معلوم نیست. ماهو میبینید بچه ها؟ میبینینش؟ یعنی چی؟ اینجا چون ترافیکه ما از اینجا میریم. اولین گرگینه بچه ها ما به ماه گرفتگی نمیرسیم. بابا خیانت چرا سبزه بعد هیچ تکونی نمیخوره؟ بچه ما بودم فرشته تا اینجا 20 دقیقه اومده. ما 8 دقیقه وقت داریم که ماه ببینیم. بچه ما باید پیاده بریم چون که جا پارک نیست. ماه تو ویدیو معلوم نیست، نمیدونم چجوری نشون. اگه ماه لامپ باشه بذاریم بهتون نشون بدم. این که الان قرمز گنده نشه. چرا اینجوری میکنیم؟ ماه بود دیگه. اوی ویدیو رو تموم میکنم. رسیدیم به ورودی توچال. اصلا نگران نباشین، من هرچی بگینم کم خیلی برام فرق نمیکنه. در دوراهی گیر کردم. آخه خیلی مسخره زاویه‌مون.
نظر من یا بریم اونجا یا بریم بالا. برگشت که اصلا یا همینجا بمونیم یا بریم بالا. آخه ببین بچه ما باید درم گردیم این راهو طول میکشه. تو برگشت بخواب بریم خود. شما دو تا سنگ کاغذ قیچی بازی کنین هر چی شد. بازی کن. خب این دوتا که با هم دیگه موافقن. من این با هم. آها خب. سنگ کاغذ قیچی. وقتی. ستایی. سنگ کاغذ قیچی. یک کاغذ قیچی. دو یک. کاغذ قیچی. نمیتونم هندل کنم. سنگ کاغذ قیچی. بودو بالا. ما اینجا بایستادیم ماهو نگاه کنیم. من دلم میخواد روزه بکشم. دارم تبدیل میشه. یکم یه جوریه. یه ذره یه جوریه ماهو نگاه میکنم و داره از بین میره. ترسناکه، خیلی ترسناک. توش تلسکوپ داشتم. من چرا داشتم تلسکوپ داشتم. بالا بود. وای بچه دستم تا اینجا میکنم دهنم. ما تو ولاگ پرندیسیم داریم ماهو نگاه میکنیم. چرا نظری نمیدن مثلا آش برای چی باید بدن؟ چون تو گشنته؟ آب هندونه، آب طالبی، سبا. ما داریم میریم غذا بخوریم. ماشین داره رومون رد میشه. بچه من هر روز خودمون تو آینه میبینم، نیاز نیست به ماه نگاه کنم. میدونم که دوستام خیلی بینمکن. من گشنمه، دارم از گشنگی میمیرم. بالا ما رو داره میخوره به جلسه. آخه خوردنی نیستی ها. ما اومدیم یک ونی برگری توی ولنجک. حتما امتحان میکنیم نظرمون رو بهتون اطلاع میدیم. ما اومدیم یکی از محله های دین رو اینجا برگره خیلی خوش داره اینجا بچه. توریکس و برگر. آنباکس کن ببینم بچه ها. واو. خوشمزه است؟ خوشمزه است؟ به شما ندادم. تو آنباکس باشه یکم بردارم بیشتر کره خوریه. خانجات خالیه. یهو بیا اینجا. مشکل آقا خیلی مشروطی بار دومشه. آره هی هم نگاه میکنم. بگو پرندیس. خوشمزه است. امتیازتون رو بگید. 10 میدم من. خیلی لذیذ بود، خیلی خوشمزه بود. آبدار قشنگ آب میشه میرفت دهنم. فوق العاده. 9 میدم. چون 10 خیلی دیگه زیاده. برای ما این نظر. چی؟ امتیاز 8.75. آمدیم جلاتو. تمام نمیشه. بسارم من نزدیک سماکو. یکی اومد دوباره بود. چرا بچه؟ سلام بچه ها، همه تهران اومدن ولنجک، ما هم کنارشونیم. ببین خیلی شلوغ بود، اصلا من نمیدونم چقدر شلوغه و من هنوز خونه نرسیدم چون خیلی ترافیک بود. اونجا هم خیلی اصلا خر تو خر کلی آدم بود، همه آدم ها اونجا بودن. الانم استوری هر کیو میبینم اونجا بوده. بعد از اون طرف رفتیم ژلاتو هم 35 دقیقه طول کشید تا حاضر شه. هیچ وقت اینقدر طول نمیکشه. بعد
ما هم خیلی خوشگل بود، ولی اونجا اصلا انقدر چیز بود نتونستیم ما بریم بالا که نمیدونم ایونت و اینا بود، اصلا نمیدونم بالاش چه خبر بود. ما تا همون وسط راه رفتیم، بعد دیگه خسته شدیم و اینکه خیلی هم آدم بود دیگه، برگشتیم رفتیم غذا خوردیم. ولی ما خیلی خوشگل بود، دوست داشتم بتونم با تلسکوپی چیزی ببینم، ولی با مزه بود دیگه. ممنون که ویدیوی منو نگاه کردید. شما رو تو ویدیوی بعدی میبینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ. الان میرم تو دیوار، کی برسم خونه نمیدونم، مامانم فکر کنم رام نده.